وایس امروز اومدیم آروم باش نظری. ما امروز میخوایم بهترین کیک کیک اگه نظری مطلب دکتره ما امروز میخوایم. قبل از اینکه ویدیو رو ببینید لایک و کامنت و لایک و کامنت و کاف یادتون لایک و کامنت و ساب یادتون نره و اگه زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنیم هم داریم. از این نه از این ملاک بسته‌بندی طعم نرمی قیمت کیک روغنی ساده کاکائویی با مغز کرم کاکائویی. قیمت 8 تومن. 10 تومنه که 8 تومنه. 8 تومن میارزه. چسبیده یه ذره کمی له شده. نه چسبیده از این یعنی خب معمولی زش معمولی هم حتی نه زش بو خوبی میداره. اون قبلا دو قلوام خود قهوه‌ای ها تاینی ها اونا الان هم دیگه خوش میدونی اول خیلی خوبه. منم میخوام چند میدی؟ چند میدم؟ از 10 دیگه من 5 میدم. 5 و 6 خوب نبود. 5 ولی خوب بود در حد خودش ولی اینو ما میتونیم حالا. دونات وانیلی رخ کار که ضعیف هستن. بسته‌بندیش مال دهه 60 پیدا زش. قیمت 8500 از اون گرونتره. اون باز پسر بوی خوبی هم نمیده. روغنی دیگه که اسمش وانیلی نوشته. دونات هم هست. بازا شدم خوشگه خب توی خوش میزده اونه باید با چای خور حتما یه خواهی که اصلا آبا نخورم. 6 3 نه خوشمزه تر از اون بود. فکر میکنم این اصلا بدمزه تر باشه. نه با شیر اصله کدوم هنده اونو برده اونو خیلی بده احساس میکنم اول بده کشمشی ببین بسته‌بندیش از اون خوشگله. بسته‌بندیش خوشگله نشون بده. اونجا نظری هم بنویس اسپانسرمون باشه مثلا شاید پولمون بده. آره حتما. چنده؟ که چنده؟ نه فکر 8 تومنه. آره 8 تومنه. اسم دقیقش چیه؟ کیک کشمشی. اون کشمشی دوست ندارم. اول برو خب کلا کامل بیا بیرون ببینیم چه. ولی از نظر من این یه ذره له شده. کو کشمشی؟ اینه بیشتری بره. او بر مال تو. چرا زشته این اصلا این اصلا این شکلی نی. بسته‌بندی دو نه خوشگله خودش بس مثلا ببینی میخری ولی اینا ببینی نمیخری. خب نه این له شده الان. خوشمزه است. بو خوبی میده خواه مثل همونه مثل نه اما خوشمزه بسته. من کشمشی نخوردم اصلا انگار یکی که معمولی بود. کشمشش هم آره درست بخش نشده بود. انگار قبل بسته‌بندی یکم پاشیدم. بیا وسط حداقل 6 5 این سلطان این بسته‌بندیش خیلی اجازه قشنگه. یکی از سلاطین نظریه که خب بعد نشون بدی. ستلی نظری و فکر کنم این گرونترینشون هست 12 اینم فکر کنم 12. آره 12. به بسته‌بندی ببین هیچ چیش نشده کامل همون مربع طوره بعد آدم مثلا کنار اون اینو نمیره بخره یا اون دوناتر رو نمیره بخره. اون که صورتیه که اصلا افتضاح بود. من به بسته‌بندیش 10 میدم. خب باز کن
من قبلا بردارم بشوره قدر و قبلی ها رو. ایشالله. حالا خیلی بدتر. اینو باید ولی از اون طرف باز کرد، یعنی اینجوری دید. زیرشه. ببین شبیه این نیست. جدی شبیه این نیست دیگه. چرا دیگه؟ خب ببین این اون که قشنگتره. اصلا چی میگن؟ ولی چیزشه، گرافیکیشه. بخور. من اول بخورم. چقدر سفته. که اصلا نظری توش نیست. خیلی خوب نبود. چرا؟ ولی نسبت به اونه خیلی خوب بود. 8.5. یه رو به ما. بسته‌بندیشون خیلی قشنگ. کیک بعدی. اینم دونات کاکائویی، نمیدونم چیه اسمش. صبر کن. این خاموش خود این نوشته. کیک روغنی حاوی چیپس فرآورده‌های کاکائویی. دونات کاکائویی روش کاکائو داره. بعد اینا دونات کاکائویی. خب نه این با چی نوشته؟ با چیپس فرآورده‌های کاکائویی. بعد قیمتشون 10 تومنه. از اون گرفته. بسته‌بندی زیش خیلی زی. اون قشنگ‌تره. خب میخواد نشون بده دوناته. خب من اون مثلا اون قشنگه بسته‌بندیش. پول چیپس کاکائوه. نه نیست زیاده. ببین بو خوبی نداره اصلا. بو همون اولیه رو میده. بو همش بوشون یکی. با غیر از قبلی. هیچ مزه‌ای نمیده. پرمیز کاکائو میده. کاکائو خود. ببین بهتر از اون دونات صورتی هست ها. حتی از کیک کشمشی هم بهتره. کیک کشمشی هم بهتره. 7. 6. این شبیه معلمای مدرسه است. ولی ببین بسته‌بندیش نسبتاً کیک قشنگ‌تره. روغنی با طعم موز. من موز دوست دارم. اینم همون شبیه همون گرده کشمشی است، فقط موزیه. باز کن بخوریم. حس خوبی بشه. من همچین چیز نمیگیرم. چرا؟ بس نه کاکائویی داره، نه آیتم ویژه‌ای داره. آخه چی کیک موز؟ خب باید نشون بدی ببینن چیه. خب قشنگه، من دوست دارم. قشنگه. حالا شاید منم نخرم برم. مثلا من بخرم اینو بیشتر چشم میگیره تا. خب واسه من جذاب نیست، هیچ آیتمی هم نداره که بگی. بوش کنم. بو موز میده. موز. بو خیلی خوبی داره، من بوشو دوست دارم. موز دیگه بود. نه کنچه یه جوری میکنی، یه گاز بزن درست مثل بچه آدم. همونو بده. خیلی خوش میاد. کلا از چیزای موز خوشم نمیاد. من موز دوست دارم. 7.5. ولی بافتش خوبه. خیلی کشمشی افتضاح بود، خیلی خوبه. بافتش 8. 6. وا خوب بود که. بعد دونات. اینا آخر بود. دونات نظری اون قیمتش چند بود؟ 8. اینم 8 و 300. آخه هست 300ش دیگه چیه؟ این ببین بسته‌بندیش قشنگه. خب ببینم. بسته‌بندی نسبتا ببین خیلی ساده است ولی قشنگه نظر من. بعد کیک روغنی با روکش کاکائویی دوناته. بعد قشنگه. ان شاء الله شکلش هم مثلا حتی رخ کار ترکم نخورد. خیلی خوب. رخ کار جذابه. چه بویی میده؟ الان برای من 9 بود. دلش نمیاد بخرم. چیز کردم. این کاکائو روش رفت. قبلا این وسط این چیز نداشت. کاکائو؟ نه نمیدونم برای من؟ چرا اشتباه گرفتم. نه.
کیک زیریه که دونات قبلی است. اینه دقیقا همین صورتی هست. بذارم دقیقا همینه. تا کوکو روشه بخاطر روخ کار اکتیز 7 5 تا قبلی به نظرم ببین خوشگل، خیلی خوشگله. با که موز ندارم ولی موز دوست ندارم ولی موزه بهتر بود. در کل موزیه بافتش هم حتی بهتر از اینجا. این که اصلا غول حساب میشه. چرا؟ اینو من اصلی. مامیکا اینو واکن. این خیلی دست بندش قشنگه. روخ کار خیلی حرفه‌ای. اصلا خیلی قشنگه. اگه حالا میدونم اصلا. توش این شکلی نیست ولی خب حالا چرا توش هم همینطوریه. من نخوردم. ویفر کاکائویی با طعم لیمو. این محصولات نظری قرار بود کیکاشو بگیریم. این حالا دیگه کم بود. اینو گرفتیم 10 تا بشه. چند بود؟ 12 تومن نه؟ به قیمت خیلی نه. منطقیه. مثلا گرون نیست خیلی. خب قیمت همشون عادی. زردیش کو؟ اینه دیگه. او حتی رخ کارش هم جذابه باز. یه ذره خرد شده که به نظرم کاری از دستشون بر نمیاد دوباره. طبقاتیه. بوش کنم. من بو خیلی لیمو. بو خوب نیست. خب لیموه. خب شاید مثلا اگه موز بود خیلی بهتر بود. حالا بخور. سوسول ولی ازش خوبه. نه چرا 8 5 ولی لیموش خیلی هم شیرین هم تو ذوق میزنه. نه بابا دیگه لیمویه دوست نداره لیمو نخور. منم به موزه دوست نداشتم ولی باز امتیاز بالا دادم. من 5 دیگه. این از نظر خوشمزه است. خب روخش زشته، خیلی زشته. اصلا قشنگ نیست. اصلا واقعا قدیمیه. خب به درد سر خاک. آره کیک لایه کرم شیر عسل داره. شیر عسل واقعا فکر کردی اصلا 10 شیر عسل. چقدر لاغره. حتی این کارم ضعیفه. این روشو تاشم به چسبیده. لاغره خیلی. اینا رو مقوا میذارن که نچسبه ولی نذاشتن اینا. توش این زرده این عسل هم اینم نداره. به بو شیر عسل داره قشنگ. از این چیزا هست شکلات عسلیا قدیمیا دماغت چیز کردی. تکی شده؟ حالت بستش حالت تو آناناسه. بچه بودی اینجوری کرد؟ نه خوشم نمیاد. خیلی مزه شیر عسل. نازه هم نمیده. و 1 2 کیکش خوشمزه است ولی اون خیلی افتضاحه. بالاترینش همون سیتریه بود. این من مشتری پرپاقورس اینم. پرپاقورس کیک اسفنجی کاکائویی سلایه NZ باز بسته‌بندی حرفه‌ای. یعنی اصلا از دور که نگاه اصلا می‌کنی خیلی قشنگه. انگار اصلا ایرانی نیست. جدی تنها بسته‌بندیه که مثلا ببین باید بقیه ببینن. واقعا همپای بسته‌بندی این خارجی هست. من کیک خارجی نخوردم. شکلات خارجی باید یه بس من شکلات خارجی میشه. با چنده؟ 12 تومن. 12 تومن دیگه. بو رو ببین. اگه میشد بوره انتقال داد بوره میشه انتقال داد. ولی این مقوا نداره. خوشگلی روش میچسبه به این. کلا امتیاز منفی داره. خب برای نظری کلا نظریه ولی نگاه کن. بکنم بو رو ببین.
شکلات بازها. خیلی شکلات میخورم، خیلی همه چی میخورم. های جدا از لایه بینش که خیلی خوبه، خود بافت کیکش هم از اونها خیلی بهتره. نمیدونم چرا، خیلی خوشمزه است. من میخوام 9. اگه بخوام به یکی 10 بدم قطعا همینه دیگه، ولی خب 10 دیگه نه. 9. خب گایز تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار. خب مرسی، ممنون که این ویدیو رو دیدین. اگه دوست داشتین لایک بکنین.